درود احترام رفقا، رسیدیم به جلسه پنجم دوره رایگان برق و ایمنی برق. در جلسات قبلی دوستان بیشتر در حوزه بعد از اصول اولیه الکتریسیته بیشتر در حوزه سیم و کابل بودیم و میخواستم بیشتر در این موضوع صحبت کنیم، چون که بارها بوده داخل پروژه ها دیدم که به فرض یه گروه جوشکار یا یه گروه فیتر یا هر کاری که دارن انجام میدن، یه گروه چند نفره، یه کابل مثلا تو فاصله 20 متری از تابلو برق دارن و کار میکنن، بعد فاصله شون 2 برابر میشه، باز دوباره از همون کابل استفاده میکنن. بارها من دیدم داخل پروژه ها که سیم و کابل ها یا دچار حرارت زیاد که شدن، خوش شده و یه جورایی دچار اتصال کوتاه شده، کابلمون ذوب شده، سوخته، حتی آتش سوزی شده، کابل مترها سوخته یا رسیده به تابلو و اتفاقاتی از این دست افتاده. و کمترم در حوزه بیشتر حوزه HSC که من روی سخنم الان با این حوزه است، کمتر به این موضوع بها میدن و کمتر بهش توجه میکنن، یا از روی ندانستگی یا از روی اینی که مثلا زیاد مهم نیست و از این موضوع. خواستم بگم که بسیار موضوع مهمیه حتما و خواهش میکنم که به این موضوع حتما بیشتر بها بدیم. بوده بارها داخل پروژه ها دیدیم که حالا در سطح بالاتر کابل آتیش گرفته تا اومدن کپسول CO2 آوردن و خاموش کنن، اتفاقاتی افتاده، حتی بوده کسانی که دچار سوختگی شدن، خودم به عینه دیدم و از این داستانا بوده. چیز آنچنان پیچیده هم نیست واقعا. شما حساب کنید من چند تا فرمول خیلی ساده و ابتدایی درباره این محاسبه طول کابل و سطح مقطع اون گفتم. یکی فرمول مقاومت کابل بود که برابر با روی در ال و روی آ بود، ال طول کابل بود و سطح مقطع کابل. یه نتیجه کلی گرفتیم آقا، وقتی که طول مسیرتون، طول کابلتون افزایش پیدا میکنه، قطعا باید سطح مقطع هم افزایش پیدا کنه. چرا که شما در یه سیم و کابل علاوه بر جریانی که از سیم و کابلتون رد میشه، علاوه بر جنس سیم و کابلتون، طول کابل و سطح مقطع اونه که خیلی مهم هست. و ما در حوزه عزیزانی که تو حوزه HSC هستیم و حتی عزیزان برق باید به این موضوع بیشتر بها بدیم و نیایم همون کابلی که اتفاقا بیشتر هم از کابلایی چون ارزون قیمت هست از کابلای 2.5 استفاده میکنن، 2.5 ضعیف، 2.5 که در حد 1.5 شده الان دیگه. قدیما سیم و کابلا مس داخلشون بود، قوی تر بودن، جنسشون اصلی بود، باز میشد یه سیم و کابلی در حد 2.5 4 اصلا حساب کنی. اما الان اون کابلی که شما 2.5 داری استفاده میکنی انصافا 1.5 و باید این موضوع حتما جدی بگیریم و بهش بیشتر بها بدیم تا این موضوعات دیگه تکرار نشه و پیمانکار یا شرکت موظفه که کابل قوی تر بگیره با سطح مقطع بالاتر تا در یه آرامشی که اصلا اگه خود همون شرکت یا پیمانکار بدونه چه ضرری بهش وارد میکنه همین کابل، اون تجهیزاتی که داره، اون رکتیفایری که داره کار میکنه، اون سنگ و مینی سنگی که داره کار میکنه، وقتی که ولتاژ کمی بهش برسه، ولتاژ بیاد بین 10 تا دستگاه تقسیم بشه، اون موقع سریع دستگاهشون میسوزه یا نیمسوز میشه و مجبور تعویض کنه، ولی نمیدونه چی شده، داستان چی بوده واقعا. در صورتی که اگه نصف 1/100 اون هزینه‌ای که برای خریدن تجهیزات میکنه میداد، کابل قوی تر میگرفت، داستان این نبود. موضوع دیگه در مورد سیم و کابل این بود که خیلی جاها دیدم که از کابل‌های 2 رشته استفاده میکنن. عزیزان اگه ما یا ارت باید باشه یا نباشه. اگه بخوایم باشه، ما کابل 2 رشته اصلا نداریم که بخوایم استفاده کنیم. بعضی ها میگن آقا این سنگ و مینی سنگا یا دیلا خودشون
دو شاخ دارن و ارت ندارن. آقا درست، این دریل درست. دریل یا میسنگ و مینیسنگ یه تجهیزاتی هستن که بدنشون عایق هست، بدنه پلاستیکی دارن، عایقن. بالاخره شرکت های سازنده نمیان براشون، چون بدنه فلزی نداره که بخواد سیم ارتی براش بذاره، ارت براش اصلا بذاره. ولی خب این کابلی که الان دو رشته هست، طرف داره باش دریل میزنه، فردا میبره باش جوشکاری میکنه، رکتیفایر، که فردا دیگه بدنش عایق و پلاستیکی نیست، اون که دیگه بدنش فلزیه. پس اینا رو حتما بهشون بها بدیم. نکاتی که در چند جلسه قبلی گفتیم بعد از الکتریسیته، پایه الکتریسیته بیشتر در حوزه کابل بود و این بود گفتیم هم تو استانداردها حتی سطح مقطع کابلی که میخوای انتخاب بکنی هستش، جدولا هست، تو گوگل سرچ کنی هر جایی جدول در دسترست هست، میتونی ازش استفاده کنی. اما موضوع جلسه امروزمون درباره برق مستقیم و متناوب هست، برق DC یا مستقیم و AC، برق DC و برق AC. عزیزان، برق DC که برق مستقیم هست، ابتدا درباره برق DC صحبت کنیم. برق DC یا مخفف DC میشه دایرکت کارنت، یعنی جریان مستقیم. برق DC یه برقیه که فقط یک طرف است، به صورت یک نواخته، به صورت مستقیم هست. دقیقاً شاید بارها هم شما دیده باشین برق دیسی همچین چیزیه، مستقیم، هیچ جهتی نداره جریانش، به صورت یک طرفه و مستقیمه. به همین خاطر بهش میگن برق دیسی. در باتریا استفاده میشه. در عرض کنم به خدمت، دیدین که باتریا به صورت مثبت و منفی هستن، مثبت و منفی هستن. پس این برق دیسی یا برق باتری ماشین یا برق پنل‌های خورشیدی. و این نکته‌ای که در مورد برق دیسی هست از آن، برق دیسی در ولتاژهای بالا خیلی خطرناک هست، حتی میتونه خطرناکتر از AC باشه. مثلا در همین پنل‌های خورشیدی یا اصلا برق قطار، ولتاژ خیلی بالا که باشه، برق دیسی خیلی خطرناک هست. برق گرفتگی با برق دیسی خطرناکه. چرا؟ چون ولتاژ خیلی بالاست و یه جورایی به صورت مستقیم و یک نواخت هست. شاید واژه یک نواخت بهتر آدم بتونه متوجه موضوع بشه. به صورت یک نواخت هست، یعنی مثل AC نیست که بگیره ول کنه، به صورت سینوسی باشه، بگیر نگیر داشته باشه، یا همیشه میگیره. کلا برق دیسی کلا یک سر است. اگه ولتاژش بالا باشه خیلی واقعا میتونه خطرناکتر از AC هم باشه. پس در ولتاژهای بالا برق دیسی میتونه خیلی خطرناک هم باشه. اما برقی که ما داریم استفاده میکنیم یا برق شهری، برق AC یا برق متناوب. AC مخفف Alternating Current هست، یعنی برق متناوب، برقیه که جهت داره، برقیه که به صورت یک نواخت نیست، برقیه که به صورت سینوسی موج داره. الان اگه شکل برق AC رو بخوام ترسیم کنم براتون، برق AC قطعا خیلیاتون هم دیدین، به صورت موجیه، به صورت سینوسی، یعنی
جهت جریان مدام در برق AC تغییر میکنه، یا به سمت مثبت، یا میاد صفر میشه بعد میاد منفی میشه، بعد دوباره میاد صفر میشه دوباره میره مثبت، همینجور ادامه داره و این در کسری از صدم ثانیه است. یه برتری مهمی که برق AC نسبت به DC داره همون فرکانس هست که عاملیه که عامل برتری برق AC به DCه. اما فرکانس چیه؟ به همین جابجایی یا اختلاف پتانسیلی که ایجاد میشه، یعنی یه اختلافی در پتانسیل ایجاد میشه دیگه، مثبت میشه منفی میشه. این اختلاف پتانسیل یا این جابجایی که اتفاق میفته وقتی که به تعداد جابجایی که در 1 ثانیه اتفاق بیفته، 1 ثانیه به تعداد جابجایی یا جابجایی اختلاف پتانسیل در 1 ثانیه میگیم فرکانس. واحد فرکانس هم که هرتز هست و با فرکانس متر اندازه گیری میشه. فرکانس متر هم به صورت موازی در مدار قرار میگیره. اما عزیزان، چرا ما بیشتر از برق AC استفاده میکنیم و برق DC یه جورایی اون اوایل که برق AC و DC اومد آقای تسلا برنده شد در این داستان بین خودش و آقای ادیسون؟ چرا؟ دلیلش همین موج سینوسی برق AC بود و نکته مهمتر در حوزه انتقال بود. انتقال برق AC خیلی راحت‌تر و مکرون و صرفه‌تر بود در واقع. چرا؟ چون یه تجهیز مناسب و مکرون و صرفه‌ای به نام ترانسفورماتور میشد در برق AC استفاده کنی، اما در برق DC امکان استفاده از ترانسفورماتور نبود. چرا باید از ترانسفورماتور استفاده میکردیم؟ دلیلش این بود که ما باید ولتاژ رو تغییر بدیم، یعنی تبدیل ولتاژ انجام بدیم، ولتاژ رو افزایش بدیم گاهی کاهش بدیم. ترانسفورماتور میدونی کارش همینه، افزایش یا کاهش ولتاژ. در شبکه انتقال که بیشتر کارش اکثرا تو افزایش دادن ولتاژ هست، ولی در برق DC نمیشد این کار انجام بدی. اگه اولا تجهیزی مثل ترانسفورماتور اصلا اون موقع نبود، نمیشد این کار رو انجام بدی، ولی الان در برق DC میشه ولتاژ افزایش بدی، ولی با تجهیزات خیلی گرونتر و پیچیده تری. خیلی گرونتر هست، اسم کانورتر، و خیلی گرون و پیچیده هستن. تجهیزات الکترونیکی هستن که مکرون به صرفه نیست که شما بخوای کار انتقال برق DC رو انجام بدی. اما ترانسفورماتور یه تجهیز قیمتش مناسب هست، مکرون به صرفه هست و شما ولتاژت رو افزایش میدی و میبری از این نقطه به اون نقطه. یه جایی که از یه افت ولتاژ پیدا بشه دوباره ترانسفورماتور میذاری و افزایشش میدی. اما چرا ولتاژ رو باید افزایش میدادیم که برق AC مثلا نیاز داشت به تجهیزی مثل ترانسفورماتور؟ موقعی که ولتاژ رو افزایش بدیم باید جریان کاهش پیدا میکنه و دمای سیم و کابلا بالا میرفت اون موقع و امکان نبود که برق DC رو بتونن این کار رو انجام بدن. اگه ولتاژ افزایش میدادن به هر دلیلی امکانات تجهیزاتش نبود که بخوان این تعادل رو نگه دارن که بتونن برق DC رو منتقل کنن. بنابراین آقای تسلا در این دعوا پیروز شد و برق AC یا Alternating Current شد برق اصلی دنیا و مخصوصا تو کشور ما. حالا بعضی کشورهای دیگه از DC بیشتر استفاده میکنن، ولی ما کلا از برق AC استفاده میکنیم، هم تو حوزه انتقال، تو حوزه شهری، کارخونه هامون، صنعتمون و همه از برق AC. در این قسمت فرکانس چی گفتیم؟
به تعداد جابجایی اختلاف پتانسیل در 1 ثانیه میگیم فرکانس. اگه بخوایم تو داخل خونه الان ما اگه بخوایم نشون بدیم بگیم فرکانس چیه، امکان پذیر نیست، چون 50 بار در 1 ثانیه این موج سینوسی اینو از اینجا تا اینجا 1 سیکل هست، 1 سیکل و در 1 ثانیه 50 بار اینجا این اتفاق پیش میاد، 50 بار، و این غیر قابل دیدن در لامپایی که تو خونه های ماست. ولی یه جوری میشه امتحانش کنید. شما اگه یه شهر بزرگ و مثلا یه شهری رو بری به فاصله شب بری به فاصله 2-3 کیلومتری و در ارتفاع نگاه کنیم به چراغا و روشنایی‌هایی که داخل اون شهره، قطعا میبینی که انگار چراغا روشن و خاموش میشن. همون فرکانس هست دقیقا، یعنی همون سیکلایی که باعث میشن ولتاژ AC یا برق AC به وجود بیاد، همون به حالت سوکنان هستن که انگار لامپا دارن خاموش و روشن میشن.